بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. قزاقستان یاری رسانی به تاجیکستان را بیشتر می کند. تاجیکستان می تواند امنیتی مرزهایش را تأمین کند. در مرز تاجیکستان و افغانستان دفتر نوی مبارزه با مواد مخدر آغاز به کار می کند. دو عضو گروه 24 برای 16 سال روانه زندان شدند. 10 جوان اسفرگی با اتهام عضویت در جماعت انصارالله محکوم شدند. تاجیکستان از قزاقستان به مبلغ بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی یاری‌های بشردوستانه دریافت کرده است. بخش دیگر از این یاری‌های بشردوستانه حکومت قزاقستان به تاجیکستان امروز در مراسم رسمی با شرکت سفیر قزاقستان در دوشنبه و مقامات دولتی تاجیکستان در انبار شرکتی راه آهن سپرده شد. آیجان آیداشف مسئول سفارت قزاقستان در دوشنبه به خبرگزاری آزادی گفته که این یاری رسانی به درخواست حکومت تاجیکستان و به منظور رفع پیامدهای بحران اقتصادی، خسارت از حالتهای فوق‌العاده به خصوص سیل و بارانگری‌ها در مناطق مختلف تاجیکستان صورت می‌گیرد. و افزود که این محموله از یاری‌های بشردوستانه که با قطار از ازبکستان گذشت و به دوشنبه رسیده است در مجموع 1428 تن بار است از ارد و روغن، کنسرو و شکر و همچنین فراوردهای فلزی را در بر می‌گیرد. در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 34.7%، امریکا حدود 25%، اسلوونیا 11.2%، هلند 5.8%، دانیا 4.6%، چین 4.3% کمک‌های به کشور وارد کرده است. تاجیکستان می‌تواند امنیت خود را دفاع کند، ولی به خاطر تامین رشد باثبات و امنیت درازمدت در منطقه آسیای مرکزی نمی‌تواند نسبت به تشکل وضع حربی و سیاسی در مناطق شمال افغانستان بی‌تفاوت باشد. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در پاسخ کتبی به خبرگزاری آزیا پلیوس درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان طالبان را شرح داد که چند روز اخیر در ولایت قندوز در نزدیکی مرز تاجیکستان جریان داشت. مسئول از وزارت امور خارجه به رسانه آزیا پلیوس گفته است که در پی درگیری‌ها در ولایت قندوز تاجیکستان نیروهای ذخیره مرزبانی، امنیتی، امور داخلی و اگنتی نظارت مواد نشه‌آور را از شهر دوشنبه به نواحی 5 و قمسنگیر ولایت ختلان فرستاده تا ثبات و امنیت را در مرزهای جنوبی کشور تأمین کنند. همزمان سهراب قریشی رئیس نهاد آموزشی نوین در ولایت قندوز که روز سه‌شنبه 28 اپریل وارد تاجیکستان شد در تماس با خبرگزاری آزیا پلیوس وضعیت در قندوز و سفرش را به دوشنبه چنین شرح داد. وقتی که کارون محوله ما وقتی که حرکت کرد به طرف شیرخان بندر در راه با ما و مشکل برخوردیم که نبرد جریان داشت با نیروهای امنیتی قندوز و مخالفین که در روی سرک نیروی امنیتی بود، تانگایش بود، نیروها بودن، ما را اجازه ورود به سرک داده نشد. ما پس دوباره برگشتیم 2 ساعت بعد باز حرکت کردیم چون قرار بود که ما امروز وارد دوشنبه شویم. و بعداً که آمدیم جنگ توقف شده بود و ما از سرک عبور کردیم. آثار علائم جنگ در روی سرک دیده میشد تا ساحه پل آلچین قندوز که در اونجا کوچک‌های مرمی بود و مرمی اسیدگی بود. درگیری‌ها در ساحات گلتپه و در آلچین قندوز که 2 کیلومتری خود شهر قرار داره به منطقه 14 است و علی‌آباد و امام تا شدت جنگ جریان داشت. در مرز تاجیکستان و افغانستان دفتر نمایندگی نهاد مبارزه با مواد مخدر و تبهکاری‌های سازمان یافته وابسته به سازمان ملل متحد افتتاح شد. این دفتر در کنار گذرگاه مرزی پنج پایان واقع شده که به کمک متخصصان با دستگاه‌های مورد نیاز برای کشف مواد مخدر وارداتی از افغانستان به داخل تاجیکستان تجهیز و تکمیل شده است. در گزارش این نهاد تاکید شده است که افتتاح این دفتر در مرز تاجیکستان و افغانستان برای کاهش انتقال مواد مخدر و داخل آسیای مرکزی و حفظ ثبات و امنیت این منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است. رجب محمد علیف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در مراسم افتتاحی این دفتر گفته است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر مشکل جدی تاجیکستان است
که در یکی از مسیرهای اصلی گروه‌های قاچاقی واقع شده است. هدف از بنیاد دفتر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر به کشور و انتقال آن از تاجیکستان به دیگر کشورها می باشد. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می گردانیم. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین اسلف با سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه سیوزن الیوت سازشنامه مالیات بندی کارمندان محلی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان را امضا کرده است. مجله نیشنل جیوگرافیک پامی را در شماره بهترین استراحتگاه‌های قلمرو شوروی پیشین آورده است. جشنواره رادمندان وطن با شرکت گروه‌های هنری مردمی در چارچوب جشن 70مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ وطنی برگزار می شود. در دایره قرار بانک ملی با چنین صرافی‌ها تا 1 ایول سال روان مهلت پیش بینی شده است و تا این وقت آنها پورا کارشان را در دایره ساختار بانک‌ها سر می‌کنند. این همه برای بهتر گردیدن وضع بازار اسعار ملی و حمایت حقوق مشتریان راه اندازی شده است. بانک ملی تاجیکستان سکه‌های 500 سامانی یادبود 600 سالگی عبدالرحمن جامی، 700 سالگی علی حمدانی، 20 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، 90 سالگی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه را برآورده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادرس دادگاه شهر دوشنبه طاهربک سابق‌زاده حکم 2 جوان فردوس محی‌الدینов و فرهاد کریمov را نامعین ماند. این 2 جوان بر اساس بندهای قانون جنایی تاجیکستان متهم بر دعوت عموم و غصب حکومت با راه زوراوری و عضویت در سازمان‌های ممنوع می‌شوند. فرهاد کریمov و فردوس محی‌الدینov که آخر سال 2014 بازداشت شدند در آخرین محاکمه پروندهشان عضویت خود در گروه 24 را رد کرده تقاضای عفو نمودند. ماده 15 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان شهروندی که در جنایت در حدود دیگر دولت صادر شده است و در آن دولت اگر او به جوابداری جنایتی کشیده نشده باشد یا اینکه عمل و حرکت او در همان کشور جنایت اعتراف شده باشد با قانون، او میتواند در حدود جمهوری تاجیکستان به جوابداری جنایتی کشیده شود. فعالیت آن در حدود فدراسیون روسیه منع کرده نشده است و اصلا این چنین قراری سود عالی وجود ندارد. بنابر همین 2 نفره که امروز من واقعا توسط وسایل اخبار عمومی خواندم که برای همچون اعضای گروه 24 محکوم کرده شدن، این مطلقا غیر قانونی است برای آنکه آنها هرچی عملی کردن یا حرکتی کردن در حدود فدراسیون روسیه صادر نمودند و در فدراسیون روسیه این عمل جنایت اعتراف نشده است. بنابر همین مقامات تاجیکستان حقوقی در جمهوری تاجیکستان با قانونهای جمهوری تاجیکستان آنها را به جوابداری جنایتی کشیدن و محکوم کردن آنها را نداشت. دادگاه این جوانان را با اتهام نشر عکس‌های تحقیرآمیز رئیس جمهور تاجیکستان و فرزندانش و همچنین دعوت به گردهمایی محکوم به زندان کرده است. همزمان خانواده جوانان متهم به حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند که ندانسته در گردهمایی شرکت کرده است. حتی یک سخنش را هم گفته تیم گون نه گفته نگاه نکردن. در مابین 10 دقیقه سود کرده تمام کرده شدن. در مابین 10 دقیقه فهمیده میشد غم و غصه بیگناهی آدم فهمیده میشد مگر. دادگاه شهر اسفره 10 نفر از ساکنان این شهر را با اتهام همکاری و عضویت در گروه جماعت انصارالله روانه زندان کرد. فیض‌نسا واحده و وکیل دفاع برخی از محکوم شده ها امروز به ما خبر داد که 10 ساکن ناحیه اسفره با اتهام عضویت در سازمان های تبهکار و همکاری با سازمان افراطی انصارالله به 8 سال و 6 ماهی زندانی محکوم شدند. مرافع دادگاه تحت رئاست دادرس دادگاه اسفره کامل جان غنیف در بازداشتگاه موقتی رقم 2 شهر خوجند صورت گرفته است. در رفت مرافع سودی ثابت گردید که
هیچ دلیل مقامات پیشبرد تفتیش پیشکی برای اثبات گناه آنها به سود پیشنهاد نکرده است. یعنی 10 نفر از 2 تا 3 شبانه روز در بینای شعبه ریاستی سازمان یافته مبارزه علیه جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوز غیر قانونی دستگیر و نگاه داشته شده. در تحقیقات این مقامات به شکنجه راه داده، زیر گویم برق، پیوست نمودن برق به عضوی بدنی آنها و لطوکوک آنها مجبور شدن نشانداد اقراری دادند که گویا که در سالهای گوناگون در فدراسیون روسیه به همین گروه شامل شدند. دیگر بجز از همین نشانداری اقراری آنها دیگر یگان دلیل موجود نیست و کارمندان ملیسا حتی مقامات پروکراتور را فریب دادند. یعنی 3 شبانه تا 4 شبانه روز در بینای خود غیر قانونی نگاه داشته، بعد نویل گردیدن به نشاندادی اقراری، بعد آنها را به شهر اصفهان برده به مفتش پروکراتور سپردند و در همه عملیات های تفتیشاتی آنها اشتراک نمودند تا که بازداشت شدگان از شکنجه شدن خود به پروکرور شکایت نبرد. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایار و مددگارتان باد.